یه نکته مهم برای انتخاب UI کیت توی پروژه بعدیتون، accessibility یا همون دسترس پذیری به زبان فارسی. اگر اشتباه نکنم تقریباً 11% جمعیت دنیا به نوعی درگیر یک سری معلولیت‌ها هستن. حالا این معلولیت‌ها میتونه خیلی جدی باشه یا خیلی سبک که حتی متوجهش هم نشین و توی زندگی روزمره کاربر هیچ تأثیری نداشته باشه. حالا دسترس پذیری به 4 دسته مختلف تقسیم میشه توی طراحی وبسایت. بخوام مثال بیارم از نظر یه دستش بینایی. از نظر بینایی خب خیلی سبکش میشه کم بینایی، آستیگمات، که چشای کاربر کمی ضعیفه و حتی مثلا بدون عینک هم میتونه با وبسایت شما کار کنه. یکم جدی‌تر بخوایم به قضیه نگاه کنیم میشه شب‌کوری یا کوررنگی. حالا شب‌کوری توی طراحی وبسایت هیچ تأثیری نداره، ولی خب کوررنگی خودش باز به چند تا دسته‌بندی تقسیم میشه. مثلا یه رنگ خاص رو نمیتونه ببینه یا دو رنگ خاص، مثلا قرمز و سبز، قرمز و آبی اگه اشتباه نکنم، یا کلا رنگ ها رو نمیتونن ببینن و زندگیشون میشه انگار سایه هایی از رنگ خاکستری. برای همین خیلی مهمه که متن هایی که می‌نویسین توی طراحیتون از رنگ بک‌گراند پشت کاملا قابل تشخیص بوده باشه و کانترست بالایی داشته باشه به اصطلاح گرافیکیش. و خب خیلی جدی‌تر توی بحث بینایی میشه نابینایی، که کاربرای نابینا وقتی بخوام بیان وبسایت مجبورن با کیبورد استفاده کنن یا از ابزارهایی مثل اسکرین ریدر. حالا فکر میکنید چرا دارم اینو میگم؟ اگر 11% از جمعیت دنیا به نوعی درگیر معلولیت باشن، پس 11% از جمعیت کاربرای بیزینس شما هم احتمالاً به نوعی درگیر یک سری از معلولیت ها هستن. و اگه بیزینس شما، وبسایت شما حدود 1 میلیون کاربر داشته باشه، پس حدوداً 100,000 نفر از این کاربرها به نوعی درگیر یک سری معلولیت ها هستن. برای همین دسترس پذیری خیلی مهمه واسه طراحی وبسایتتون، چون ممکنه یک سری از کاربرها از تجربه کاربری یا UX وبسایت شما ناراضی باشن و ناراحت و شما اون کاربرها رو باخت بدین به وبسایت رقیبتون که اکسسیبیلیتی رو رعایت کرده و UX بهتری داره وبسایتشون. حالا نکته‌ای که میخوام بگم توی انتخاب UI کیته. UI کیت انتخاب کنید که دسترس پذیری رو خودش هندل کرده باشه. اگه UI کیت انتخاب کنید که دسترس پذیری رو هندل کرده، شما تقریبا 70 الی 80% دسترس پذیری وبسایتتون همش انجام شده است و 70% راهو رفتین عملا. حالا کاری که من خودم میکنم واسه انتخاب UI کیت توی یه پروژه جدید اینه که اول از همه میرم توی اون سایت UI کیت و دراپ داون منیو رو باز میکنم. وقتی اومدم تو صفحه دراپ داون منیو، کنار یه دکمه دراپ داون کلیک میکنم و دکمه تب رو میزنم. دکمه تب رو که بزنی فوکس میشه روی باتن. این الان یعنی اینکه از نظر بصری هم برای کسی که فقط با کیبورد کار میکنه و موس نداره الان فوکس شده و نشون میده که شما الان کجا هستید. مثلا با شیفت تب برمیگردم به باتن یا لینک قبلی، با تب میام باتن بعدی، لینک بعدی. حالا روی دراپ داون منیو هستم، چون باتنا با اسپیس یا اینتر باز میشن یا کلیک میشن عملا، چون دراپ داون منیو دراپ داونش باز شد. حالا کسی که با کیبورد کار میکنه میدونه که دراپ داون با فلش بالا و پایین یا حتی اینجا که فلش راست و چپ بزنیم یه منوی دیگه باز میشه توی اون نویگیت کرد و بالا و پایین شد. و با تب الان من اگه دکمه تب رو بزنم هیچ اتفاقی نمیفته، فقط با فلش بالا و پایین. و حالا که میخوام از دراپ داون بیام بیرون، خب با دکمه تب که نمیشه. برای اومدن بیرون از دراپ داون یا مودال بعد دکمه اسکیپ رو بزنیم و وقتی اسکیپ زدم نگاه کنید باز فوکس برگشت روی همون باتنه. این UI کیت که
الان سایت ناکس یو آی هستیم، به جوانب مطمئن هستم به تمام جوانب اکسسیبیلیتی فکر کردم. وقتی که روی این دراپ داون من مطمئن بشم یعنی بقیه جا هم اون این کار رو انجام داده. حالا بخوایم یکم عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم، میتونیم کانسول رو باز کنیم، بریم بخش elements و خود دراپ داون باتن رو، تریگر باتنش رو انتخاب کنیم. روی تریگر باتنش یک سری آریا لیبل ها هست که اینا به کسی که با اسکرین ریدر میاد، کسی که مثلا نابیناست و با اسکرین ریدر میاد، اسکرین ریدر از روی همین آریا لیبل ها میفهمه که این الان آریا هست پاپ آپ گفته منوه و اکسپنددش فالسه، یعنی باز نیست الان. و وقتی من روی این کلیک کنم و باز بشه، آریا اکسپندد شد ترو و اون اسکرین ریدر الان میدونه که دراپ داون منوی شما باز شده. شما اگه همین یه کار انجام بدین توی هر یو آی کیت که برین، مثلا اینجا الان ناکس ویوتیفای و الان من مثلا با تب میام روی این مثلا کلیک میکنم و با فلش ها بالا پایین میشم، دکمه اسکیپ هم که بزنم بسته میشه و اگه دقت کرده باشین این آریا اکسپنددش ترو شده بود و بعد فالس شد. من الان مطمئنم که ویوتیفای و ناکس یو آی جفتشون اکسسیبیلیتی رو رعایت کردن. امیدوارم که محتوام براتون مفید بوده باشه.